به نام آن که آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل بر دیگر خلق ممتاز گردانید. با درود و احترام خدمت فرد شما مدعوین و مهمانان ارجمند که در این شب پاییزی میهمان فرزندان پرتوی مهر امام رضا هستید، خیر مقدم عرض میکنم به شما که دستان خدا روی زمین هستید. درود و سپاس بر شما کریمانی که فیض آثار و ارباب بصیرت و اصحاب حقیقت و معنویت هستید. باغ وجودتان همیشه بهار و شاخسار عمرتان از جوانه های سعادت، سلامت، سرور، سروری، سرمدی، سرافرازی سرشار باد. تقدیر تشکر میکنم از جناب سرهنگ بهنام اویسی، فرماندهی انتظامی ترقبه و شاندیز، جناب آقای ابراهیمی ریاست محترم بهزیستی ترقبه و شاندیز، جناب آقای چاوشان ریاست محترم ارشاد که نهایت همکاری رو با ما داشتند. سپاسگزارم از حضور گرم شما در مراسم گلریزان مؤسسه پرتوی مهر امام رضا علیه السلام. با دستان پرمهرتان خودتان را تشویق کنید که نماد مهربانی هستید. سپاسگزارم.